در دوامش میگوید و وضعنا عنک وزرک، و ما گناههای تو را بخشیدیم، یا که آن چیزی که از گناه در تو بود آن را همش را برطرف کردیم، چگونه که در سوره فتح میگوید لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا که پروردگار آن گناهایی که پیشتر کرده بودی و بعدن کردی آن را ببخشد. و اینجا هم الله چی میگوید؟ و تمام گناه ها یا خطاگی های تو را بخشیدیم. و خواهران عزیز، پیامبران از کردن گناه یا خطاگی معصوم می باشند. یگان پیامبر بعد از پیامبر شدن یا پیش از پیامبر شدن به گناه کبیره دست نزده است و دست نمی زند، چون پیامبران بنده های خاص برگزیده و انتخاب کرده الله می باشند. فقط بعضی خطاگی که در ما خطاگی نیست، مثلا الله چی میگه؟ عبس و تولی ان جاءه الاعمى، روی گرداند، روی ترش کرد، یا کمی ناراحتی نشان داد پیامبر وقتی که به نزدش کی آمد؟ شخص کور آمد، صحابه عبدالله ابن ام مکتوم آمد. و اینجا روی گردانیدن همچون یک گناهی کلان به نظری یا گفتیم به پیامبر بود. و حتی پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که از خلا یا گفتیم از حجت خانه بیرون می برآمدن، غفرانک می گفتن، پروردگارا من عفو و بخشش تو را می خواهم، در حالی که به حجت خانه در آمدن گناه نیست. پس اینجا پروردگار وقتی میگوید و گناه های تو را بخشیدیم و برطرف کردیم، یعنی همون گناه های کوچکی و حتی گناه هم نیست و تو به خود آن را گناه میدانی. و در دوامش میگوید الذی انقض ظهرک، همان خطاگی هایی که وزمینی میکرد، باری گرانی بود در پشت تو. یعنی این خواهران عزیز، این خصلت پیامبر بود که کمترین خطاگی یا حتی کارهای مباح برایشان همچون باری گرانی در پشتشان بود. مصیبت ما یا گفتیم یکی از خطاگی های امت امروزه این است که گناه هایمان را همچون بار وزنین در پشتمان نمی بینیم. ما کمبودی های دنیا را در پشتمان میگیم، فرزندی به خانه دارم، خودم اجاره نشینم، یک بار گران در پشت من است. یا چه میگویم؟ کمر مرا دارد میشکند قنبغلی، قرض، در حالی که گناه باید ما را بشکند. یعنی مؤمن باید از داشتن گناه هایش میانش خم باشد، نه از اینکه از ناداری ها یا از کمبودی های دنیا که کمی بعد میبینید وعده الله هست که هر مشکلی که در دنیا دارید حتما راه حل خود را دارد. در دوامش الله میگوید و رفعنا لک ذکرک، و این ما بودیم که نام تو را، ذکر تو را بالا کردیم. یعنی خواهران عزیز، اینجا الله وقتی میگوید و رفعنا لک ذکرک، بالا کردن آبرو را به خودش برمیگرداند. یعنی این الله هست که کسی را خواهد به او آبرو میدهد، کسی را خواهد قدر او را بالا میکند. پس گمان نکنیم که این خودمون هستیم که سببی، مثلا چخیل که گفت علم نشرح لک صدرک، این من هستم که قلب تو را کشادم. الله هست که قلب های ما را میکشاید. الله هست که ذکر ما یا نام ما را برومند یا آبرودار میکند. امروزه بعضی نفرانی که میگوین این کارها رو بکن، این خصلت ها رو داشته باش، مثلا آبرودار میشوی، مؤمن باید اولا در قلبش این عقیده را داشته باشد که اگر الله آبروی مرا بالا نکرد، اگر الله نامی مرا بالا نکرد، من همیشه زیر پایم. اگر الله قلبی مرا نکشاد، قلب من همیشه تنگ و تاریک است. یعنی باید کشاده شدن قلب، با آبرو شدن و با عزت و احترام شدن را از الله دانیم و در این مسئله به الله برگردیم، نه اینکه من خودم هستم و با این کارها میتوانم و به خود باور میکنم و این چیزها، اینها باید درجه پایانتر باشد.